سلام دوستای عزیزم. امروز میخوام یه روز پرمشغله در خانه از آماده کردن بچه‌هام تا تعمیر کامپیوتر مدرسه رو براتون بذارم. صبح بچه‌ها رو از خواب بیدار میکنم. کلاس اولی دارم، کلاس دوم راهنمایی دارم، پسرم که آمادگی میره. بعد از صبحانه خوردنشون تکالیفشون رو انجام میدن و بعدش هم وسایل مدرسهشون رو آماده میکنم. این هفته بچه‌هام شیفت عصر هستن و راهی مدرسه میشن. خودم هم شیفت عصرم. خودم هم آماده میشم و میرم مدرسه. وارد کلاسم که شدم متوجه شدم یکی از سیستم ها مرتب خاموش و روشن میشه. پیغام داغ شدن CPU هم داره. ببینید اگه روی این صفحه مشکی بعد از روشن شدن سیستمتون همین پیغامی که دورش رو خط قرمز کشیدم دیدید که نوشته CPU over temperature error، یعنی از روی این پیغام ها باید بدونید که خمیر سیلیکونتون مال CPU خشک شده. یا خاموش شدن ناگهانی سیستم که پیام ها رو براتون نوشتم که یه هشدار برای جلوگیری از سوختن CPU. پیغام در بایوس بسته به مدل مادربردتون یکی از این پیغام هاست که براتون اینجا آوردمش، یا بوق هشدار که از مادربرد میاد، 3 تا بوق ممتده. حتی گاهی بدن کیس هم داغ میشه اگه خمیر CPU خشک بشه. دمای عادی CPU بین 30 تا 45 درجه است. برای CPU در حالت معمولی که شما سیستمتون رو روشن میکنید 45 تا 65 درجه است. اگه استفاده سنگین بشه از CPU 65 تا 85 درجه است، ولی بالای 90 درجه خطرناکه. الان این سیستم کلاس من دمای 85 درجه رو نشون میده با اینکه تازه روشنش کردیم. از روی این پیغام بایوس که روی صفحه مشکی بود فهمیدم که خمیر سیلیکونش خشک شده. پس دست به کار شدم. کیس رو باز کردم، فن CPU رو در آوردم، خمیر سیلیکون رو زدم، اون رو با کارتک مخصوص خودش صاف کردم. بعد از صاف کردن خمیر سیلیکون فن رو روی CPU قرار دادم، سوکتش رو وصل کردم، جاش رو محکم کردم رو بورد، دوباره کیسم رو بستم و پاورش رو زدم و سیستم روشن شد و صفحه ویندوز بالا آمد. انشالله که از این فیلم من استفاده کرده باشید و لایک رو لطفاً بزنید که من انرژی بگیرم.